دوستای عزیزم سلام. امروز میخوام براتون یه دمنوش بابونه خیلی خوشمزه رو که پر از خاصیت درست کنم. اول ببینیم که بابونه این شکلیه، یعنی گلهای زرد و سفیدی داره. اینم داخل گل هست که اینا همه رو باید با هم دیگه بریزیم توی قوری. اول آب رو گذاشتم جوش اومد. به تعداد نفراتی که میخواستیم براشون دمنوش درست کنیم 1 قاشق مرباخوری گل بابونه رو ریختم توی قوری. بعد چون من قوریم صافی داشت پر که میشد باید اجازه میدادم اون آب خالی بشه و بعد دوباره آب جوش بریزم سرش. قوری رو پر کردم از آب جوش. خب میره که دم بکشه. من چون قوریم وارمردار بود گذاشتمش روی شعله ملایم شمع یه حدود 20 دقیقه تا دم بکشه. اگر شما این قوری رو ندارید میتونید توی لیوان بگذارید، بذارید روی بخار کتری و یک نلبکی رو برعکس بذارید روش تا دم بکشه. بعد از نیم ساعت بابونه دم کشیده ما آماده است. البته من برای اینکه شما ببینید رنگ رو غلظتش رو غلیظ ریختم. شما میتونید نصف لیوانتون رو بابونه بریزین، باقیش رو آب جوش بریزید. اگر دوست داشته باشین میتونید با عسل و یا نبات هم میلش کنید، چون شاید به نظر بعضی ها تلخ باشه. راستی این که بابونه 2 نوع هست، شیرین و تلخ، که البته تلخش خاصیتش بیشتره. اینم از بابونه خوش رنگ و پرخاصیت من. حتما درست کنید که تو فصل زمستان و ایام کرونا خیلی براتون مفیده.